شامگاه 22مین روز مهر ماه سال 1402 وقتی مونا مهرجویی از گالری به خونه برمیگشت نمیدونست چه سرنوشت تلخی برای پدر و مادرش رقم خورده. اون با ورود به خونه ویلایی با جسد غرق در خون پدرش در آشپزخونه و جسد دست بسته مادرش در اتاق خواب روبرو شد. عاملان این جنایت در قتل این زوج نهایت قساوت رو به کار برده بودند. حدود ساعت 8:50 شب داریوش مهرجویی به دخترش مونا پیام میده که برای شام به منزل بیاد. دختر مرحوم مهرجویی حدود ساعت 10:25 شب به منزل پدرش میرسه و ابتدا زنگ ویلا رو میزنه. با توجه به اینکه کسی جواب نمیده با کلید در رو باز میکنه و وارد منزل میشه و مشاهده میکنه که پدر و مادرش با ضربات چاقو یا جسم برنده دیگه به نواحی گردن به قتل رسیدن. بنابراین سریعا این موضوع رو به پلیس آگاهی گزارش میده. بعد از گزارش این جنایت تحقیقات گسترده‌ای زیر نظر دادستان شهرستان فردیس آغاز شد. بررسی صحنه جنایت از این حکایت داشت که قاتلا بیش از یک نفر بودند، چرا که جسد یکی از قربانی‌ها در حال و در نزدیکی در ورودی و جسد همسرش در داخل اتاق پیدا شده بود. این نشون میداد که دست کم یکی از عاملان جنایت پس از ورود به خانه سراغ مهرجویی رفته و همزمان همدست یا همدستانش به داخل اتاق، جایی که همسر مهرجویی در حال استراحت بوده، رفتن. از سوی دیگه هیچ نشانه‌ای از ورود اجباری به خونه دیده نمیشد. شواهد نشون میداد که احتمالاً داریوش مهرجویی در رو روی قاتلا باز کرده و این یعنی اونها افرادی آشنا بودن و از قبل به این خونه رفت و آمد داشتن. اما در کمتر از یک هفته با دستگیری 4 مرد افغان راز این جنایت فاش شد. اسکندر، میرویس، کریم و داوود 4 تبع افغانی بودند که شبانه با ورود به خونه ویلایی مرحوم مهرجویی جنجالی ترین جنایت سال رو رقم زدن. برای مرور این پرونده باید به 10 روز قبل از جنایت برگردیم. روزی که کریم متهم ردیف اول پرونده برای اولین بار تصمیم به اجرای این نقشه شوم گرفت و 3 هموطنش رو با خودش همراه کرد. در میان متهما داوود کمتر از 18 سال سن داره. اون پس از دستگیری با معرفی 4مین متهم پرونده تمام ابهامات پرونده رو از بین برد. داوود درباره شروع ماجرا میگه من در شهرک کار میکردم و به اونجا تردد داشتم. یک روز کریم سراغم اومد و نقشه سرقت از خونه مهرجویی رو برام توضیح داد. میگفت مهرجویی و همسرش تازه از خارج اومدن و کلی پول و دلار تو خونشون دارن که با برداشتن اونها میتونیم پولدار بشیم. من نمیدونستم کریم و میرویس نقشه قتل آقا و خانم مهرجویی رو کشیدن. فکر میکردم یک سرقته. قرار شد وقتی شرایط خوب بود خبر بده. 16 مهر تماس گرفت و گفت امروز نقشه رو اجرا میکنیم. هوا در حال تاریک شدن بود که به محل قرار در کنار دیوار شهرک رسیدیم. کریم و میرویس بودن و اسکندر بعد از من اومد. از بالای دیوار وارد شهرک شدیم و خودمون رو به مقابل خونه مرحوم مهرجویی رسوندیم. وارد خونه شدیم و کریم پشت پنجره آشپزخونه رفت. خانم سایه‌شو دید و تهدید کرد که به پلیس زنگ میزنه. کریم هم تهدیدش کرد. بعد به ما گفت امشب شرایط جور نیست، بهتره برگردیم. ما هم از همون مسیری که اومدیم برگشتیم. در همون تاریخ یعنی 16 مهر ماه، یک هفته قبل از جنایت، وحیده محمدی‌فر در صفحه شخصی اینستاگرام خود پستی منتشر کرد و از تهدید فردی ناشناس با لهجه غیر ایرانی خبر داد. محمدی‌فر در مصاحبه با روزنامه اعتماد توضیحات بیشتری داد. راستش نمیخواستم موضوع رو رسانه‌ای کنم. دیشب خیلی ناراحت بودم، برای همین پستی گذاشتم. فعلا هنوز تو شوک هستم و حال مناسبی ندارم. دوستان عزیز هم خیلی نگران شدن، برای همین پست رو برداشتم. شما اطلاع ندارید، مشکل ما خیلی پیچیده است. 9 ماه اروپا بودیم و وقتی برگشتیم اتفاقات زیادی افتاد. راستش نمیدونم چی بگم. از 2 ناحیه مورد دستبرد قرار گرفتیم. یکی کارگران اینجا یعنی شهرک زیبادشت، یکی هم خودی که خیانت در امانت کرد. ما هر چی کشیدیم نصف اون از کارگرای اینجا بود. قبلا باغبونی داشتیم که از ما خیلی سرقت کرد، اما بعدا متوجه شدیم هم باغبون ما بوده هم باغبون همسایه. اونو تحویل پلیس دادیم، اما همسایه باغبون رو بخشید. برادر باغبون
دزد و همدستش بود. الان باغبون ما خیلی آدم خوبیه، اما باغبون قبلی ما که به همسایه‌مون هم دست برد زد، همسایه‌مون مجبور شد خونه‌شو بفروشه. انقدر که عذاب کشید. پسر اونها باهاش درگیر شد. بعد ما اونقدر سر و صدا کردیم که مجبور شدن باغبونو بیرون کنن. اما من هنوز دارم میبینم برادر همون باغبون قبلی که همدستش هم بود تو شهرکه. واقعا خیلی در فشار عجیبی هستم، ولی میخوام این موضوع رو کامل حل کنم، اما نمیدونم چی بگم. شما فکر کن به خاطر پستی که گذاشتم از شهرک به من زنگ زدن و گفتن این چیزایی که نوشتید درست نیست. کار خودی هاتونه که رفت و آمد دارید. ما با کسی رفت و آمدی نداریم. جریان خیلی پیچیده است. شب حادثه حدود ساعت 8 در حالی که خونه در آرامش کامل بود، ناگهان متوجه سر و صدای سگمون تو حیاط خونه شدم. در ورودی آشپزخونه رو قفل کردم تا اینکه متوجه شدم مقابل در ورودی ساختمون یک نفر با چاقو به شیشه های مات پنجره چسبیده. هرچی ازش خواستم خودشو معرفی کنه هیچی نگفت. موبایلم نزدیک نبود، ولی سعی کردم سرعت عمل داشته باشم. با صدای بلند گفتم الان به 110 زنگ میزنم. اونم تو پاسخ به این حرف من گفت خب زنگ بزن. ترسیده بودم. تا گفتم الو 110 صارخ فرار کرد. وقتی اون در جواب به من گفت خب زنگ بزن، متوجه شدم لهجه ایرانی نداره. بعد از فرار سارق با نگهبانی شهرک تماس گرفتم. اونا هم سریع خودشون رو به حیاط خونه ما رسوندن و شروع به گشتن حیاط و کوچه های اطراف کردن، اما کسی رو ندیدن. البته مدتی پیش هم یک سری وسایل از جمله سنتور مربوط به فیلم سنتوری رو از خونه ما سرقت کردن که در حال حاضر وکیل همسرم پیگیر کارهای قانونی این موضوعه. قبل از اینکه بریم سراغ اعترافات متهمین این پرونده، از شما میخوام که با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. اسکندر که میشه به اون لقب جعبه سیاه این پرونده رو داد، همون متهمیه که اموال سرقتی و چاقوهای خونی رو مخفی کرده بود. در اظهارات خودش میگه ظهر شنبه من در محل کارم بودم، مغنی هستم و چاه حفر میکنم. کریم زنگ زد و گفت امشب کار رو تموم کنیم. وقتی به مقابل خونه آقا و خانم رسیدیم، کریم 2 چاقو با خودش آورده بود. چاقوها رو هفته قبل هم آورده بود. مقابل خونه نرده هایی بود که با برگ‌های آویزون پوشیده بود. کریم به من گفت پشت برگ‌ها مخفی بشم تا اوضاع رو بررسی کنه. خودش و میرویس وارد شدن و بعد به من و داوود گفتن بریم. یکی از چاقوها رو به من داد. به ما دستکش هم داد، گفت دستتون کنید تا اثر انگشت از شما به جا نمونه. میرویس قبول نکرد، اما ما دستمون کردیم. آقای مهرجویی لباس مرتبی به تن داشت و پشت میز ناهارخوری بود، اما غذا نمیخورد. اگر اشتباه نکنم خانم روی مبل جلوی تلویزیون نشسته بود. در ورودی باز بود و وارد شدیم. خانم با دیدن ما ترسید و داد زد. بعد هم به سمت اتاق رفت. من و داوود به دنبالش رفتیم که چاقو از دستم افتاد. اون پشت در اتاق بود و سعی میکرد مانع ورودمون بشه که در رو هل داده و وارد شد. پرسیدیم طلاها کجاست که خانم جواب داد تازه از سفر اومدیم و خونه مادرمه. خود خانم علنگوها و دستبند رو از دستش بیرون آورد و به ما داد. من دستانش رو بستم و داوود دهانش رو بست. یک دفعه کریم وارد اتاق شد. 2 تا چاقو دستش بود که یکی خونی بود. اونو به من داد و گفت خانم رو بکش. ترسیده بودم، اما تهدیدم کرد اگه این کارو نکنم منو میکشه. میدونستم که این کارو میکنه. چاقو رو گرفتم و داوود سر خانم رو از پشت گرفت. 2 ضربه به گردنش زدم که کمی خون اومد و روی لباس ریخت. عقب اومدم و چاقو از دستم افتاد. کریم عصبانی بود. چاقو رو برداشت و به سمت خانم رفت. انگار خانم قصد داشت چیزی به ما بگه، اما دهانش بسته بود. کریم سمتش رفت و با چاقو به گردنش زد و خون روی دیوار ریخت. حتی دست داوود هم برید که اون رو شست. خونه رو به دنبال پول و طلا گشتیم، اما چیزی غیر از 2 گوشی و طلاهای خانم دستمون رو نگرفت و از اونجا بیرون اومدیم. به خاطر اینکه من بیرون شهرک زندگی و کار میکردم، چاقوها و وسایل سرقتی رو به من دادن. اونا رو جایی زیر خاک مخفی کردم. لباسم که خونی بود و تو جوی با آب شستم و تا صبح منتظر موندم تا خشک بشه. اما برای افشای جزئیات قتل مرحوم مهرجویی باید حرفهای میرویس رو گوش کرد. متهمی که به گفته خودش از کارگردان سینما کینه به دل داشت و برخلاف بقیه متهما فقط بر
برای انتقام وارد خونه ویلایی شده بود و به فکر سرقت نبود. متهمی که خیلی راحت از انگیزش برای قتل میگه. وقتی وارد حیاط شدیم من تکه چوبی پیدا کردم و برداشتم. وارد خونه که شدیم مرحوم مهرجویی از جاش بلند شد و من با چوب شروع به ضربه زدن به سرش کردم. حتی خواست مانع من بشه که ضربه‌ای به دستش خورد. بعد کریم با چاقویی که دستش بود به سمتش اومد و ضربه‌ای به گردن آقا زد و اون با صورت روی زمین افتاد. من همونجا موندم و کریم وارد اتاق شد و بعد فهمیدم خانم رو هم کشته. من از خونه همسایه آقا سرقت کرده بودم و به همین دلیل آقا منو از شهرک بیرون کرد. در 3 ماهی که تو خونه مرحوم مهرجویی کار میکردم خانم خیلی به من کمک کرد. وقتی ازدواج کردم یک جارو برقی به من داد. حتی یک بار که درخت خرمالو بار داد تعدادی خرمالو داد تا به همسرم و خانواده‌اش بدم، اما من در کشتن اونها همکاری کردم. کریم میگفت اگر همکاری نکنم چون قبلا سرقت کرده بودم منو به عنوان قاتل دستگیر میکنن. کریم متهم ردیف اول این پرونده هم در جریان بازسازی صحنه وقوع جرم گفت از لوله گاز بالا رفتیم و با عبور از سیمخاردارا وارد حیاط شدیم. میخواستیم از پشت در بریم اما همدستم که در اون شهرک سرایدار باغ بود گفت اون سمت دوربین داره و اگه بریم زودتر شناسایی میشیم. وقتی رسیدیم هنوز هوا کامل تاریک نشده بود، برای همین پشت برگ‌های سبز چسبیده به دیوار مخفی شدیم و ساعتی بعد 2 همدست دیگه‌مون که یکی از اونها برادرم بود به ما ملحق شد. فکر کنم ساعت نزدیک 9 شب بود که تصمیم گرفتیم نقشه را عملی کنیم. در ورودی ساختمان ویلای مهرجویی باز بود. خیلی راحت وارد شدیم. داریوش مهرجویی در سالن روی مبل نشسته بود و تلویزیون تماشا می‌کرد. همسرش داخل اتاق خواب بود. تا وارد شدیم اون به سمت ما اومد و شروع به سر و صدا کرد. برادرم با چوب 4 ضربه به سرش زد که بعد من با چاقو 2 ضربه به گلوش زدم و اون روی زانو نشست. ضربه سومو به گلوش زدم و بعد چاقو رو به سمت قفسه سینه و شکمش کشیدم که دیگه بیجان روی زمین افتاد. مرحوم با من خیلی بدرفتاری میکرد و طلبم رو نمیداد. من از اون کینه داشتم و برای انتقام اونها رو کشتم. در خونه کلی طلای دیگه هم وجود داشت که به اونها دست نزدیم و با سرقت همون طلاهایی که در دست همسر مهرجویی و تلفن‌های همراهشون بود فرار کردیم. تحقیقات دادسرا نهایتاً منتهی به صدور حکم محکومیت متهمین پرونده شد و بنابراین پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه اول دادگاه کیفری 1 استان البرز ارجاع شد. در این جلسه متهم ردیف اول به نام کریم که باغبان سابق ویلای مهرجویی بود و بررسی‌ها نشان میداد که مهرجویی و همسرش با ضربات چاقوی اون به قتل رسیدن، به رغم این که در مراحل بازجویی و بازپرسی به جنایت اقرار کرده بود و همه جزئیات شب حادثه رو شرح داده، اما قتل‌ها رو انکار کرد و مدعی شد که همدستانش به دروغ پای اون رو به این ماجرا باز کردند. نکته بسیار مهمتر از این جلسه این که وکیل خانواده مهرجویی ابهاماتی رو در خصوص این پرونده مطرح کرد که برای شنیدنش حتما تا انتهای این پرونده همراه من باشید. کریم متهم ردیف اول این پرونده نخستین کسی بود که در جایگاه قرار گرفت. او در زمان دستگیری به قتل داریوش مهرجویی و همسرش اقرار کرده و گفته بود من در زمانی که برای اونها کار میکردم 30 میلیون تومان طلبکار شده بودم، اما اونها حاضر نبودن این مبلغ رو پرداخت کنن و میگفتن که هیچ بدهی به من ندارن. اونا قبلا به خاطر سرقت یک جاروبرقی منو به زندان انداخته بودن و به همین دلیل از اونها کینه به دل گرفته بودم و با همدستی برادرم و 2 نفر از دوستانم نقشه قتلشون رو کشیدم. این مرد در جریان بازسازی صحنه جنایت هم جزئیات نحوه ورودشون به ویلای مهرجویی، نحوه قتل داریوش مهرجویی و سپس وحیده محمدی‌فر رو به طور کامل شرح داده بود. اما در جلسه دادگاهی که به صورت علنی برگزار شد به طرز عجیبی همه اعترافاتش رو پس گرفت و مدعی شد که هیچ کس رو نکشته است. کریم در
پاسخ به تفهیم اتهام صورت گرفته از سوی قاضی گفت: کدوم اتهام؟ من از مردم ایران خوبی دیدم و به اونها بدی نکردم. 12 ساله که تو این شهرک کار میکنم، به 5 باغ و ویلا رسیدگی میکنم. حتی صاحبان باغ کلید گاف صندوق هاشون رو در کمد میذاشتن و من هیچ وقت دزدی نکردم. من در زمان قتل اونجا نبودم. شب حادثه من در باغ دیگه ای بودم و برادرم هم منزل پدر خانومش بود. پدر خانومش در زیبادشت شمالی و در باغ اشراقی ها سرایی داره. اون به اونجا رفت و حتی برای من یک قابلمه غذا به همراه سیب زمینی سرخ شده آورد. سر کار بودم و داشتم کارگری میکردم که منو گرفتن. بنابراین هیچ کدوم از اتهام‌ها رو قبول ندارم و هر چه هم که تا به الان گفتم تحت فشار بوده. اما چه ابهاماتی از سوی وکلای خانواده مرحوم مهرجویی مطرح شد؟ مانوش منوچهری وکیل مونا دختر داریوش مهرجویی گفت: در عکس هایی که از صحنه جرم گرفته شده او لباس رسمی به تن داره. به نظر ما وی منتظر میهمان بوده و درخواست کردیم که تماس های آخر ایشان بررسی بشه که معلوم بشه وی منتظر چه کسی بوده. اما وقتی به تلفن های مهرجویی دسترسی پیدا کردیم دیدیم که همه شبکه‌های اجتماعیش پاک شده و سوال اینه که چرا این اتفاق افتاده. همچنین ما خواستیم فیلم دوربین‌های مداربسته بررسی بشه که نشد. در کیفرخواست فقط برای کریم اتهام مباشرت در قتل گرفته شده، حال اون که به نظر ما قتل از سوی دست کم 2 نفر انجام شده، چون یکی دیگه از متهما در بازجویی ها گفته بود که ضربات چاقو رو به گردن خانم مهرجویی زده و باید حداقل اتهام او معاونت در قتل در نظر گرفته بشه. منوچهری درباره مشکوک ترین موارد پرونده میگه: غیر از انگیزه متهما و انکار شدید یکی از متهمین، مواردی که بسیار ابهام برانگیزه از این قراره: 1. پیدا نکردن آلت قتاله‌ای که مرحوم مهرجویی با اون به قتل رسیده. 2. عدم وجود رد خون مرحوم مهرجویی روی آلت قتاله کشف شده. 3. پاک کردن اپلیکیشن های گوشی به طوری که خود اداره آگاهی هم نتونست اپلیکیشن ها رو برگردونه، چرا کارگران باید فقط گوشی های خانم محمدی فر رو سرقت و اپلیکیشن های گوشی رو پاک کنن و هیچ چیز ارزشمندی رو سرقت نکنن. 4. ساعت مراجعه متهما به خانه مرحوم مهرجویی و اقدام ناگواری که با ضربات متعدد چاقو انجام شده نشون میده یک انگیزه بسیار قوی پشت این جنایت وجود داره. 5. عنصر معنوی جرم در پرونده مشهود نیست و برای ما قابل پذیرش نبوده. مواردی که برخی رسانه‌ها در ابتدا به اون اشاره کردن، از جمله طلب 30 میلیون تومانی و سرقت جاروبرقی، هیچ کدوم صحت نداره و در پرونده موجود نیست. با این حال عدم رعایت بسیاری از موارد در پرونده موجب شده افکار عمومی تصور کنه قتل با انگیزه سرقت درست بوده. نکته بسیار مهمتری که وکیل خانواده مهرجویی در یک مصاحبه مطرح کرده، دست داشتن یک شخص دیگر تحت عنوان آمر به قتله، یعنی شخصی که دستور قتل مرحوم مهرجویی و همسرش رو صادر کرده و باور این موضوع که متهمین پرونده صرفاً جهت سرقت و یا داشتن طلب دست به چنین اقدام وحشیانه‌ای زده باشند دور از منطق و تصوره. نهایتاً پس از طی تشریفات قانونی و برگزاری جلسات رسیدگی علنی در تاریخ‌های 27 و 28 دی ماه در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر در قالب 3 جلسه با حضور وکلای متهمان و اولیای دم و پس از اعلام ختم رسیدگی رأی پرونده صادر شد. متهم ردیف اول کریم به اتهام قتل عمدی مهرجویی و محمدی فر به قصاص نفس و در رابطه با دیگر جرایم به حبس شلاق و دیه محکوم شد. در رأی صادره متهمان ردیف دوم و سوم میرویس و داوود نیز به اتهام جرایمی نظیر شروع به قتل و سرقت مجموعاً هر یک به 36 سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شدند. همچنین متهم ردیف چهارم اسکندر به جهت ارتکاب جرایمی نظیر معاونت در شروع به قتل و سرقت به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از صدور حکم و با فرجام خواهی صورت گرفته پرونده در دیوان عالی کشور مطرح و به علت نقص تحقیقات مجدداً به شعبه اولیه استرداد شد تا پس از تکمیل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود. به پایان این پرونده هم رسیدیم، اما ابهامات فراوانی که در پرونده موجود بود پاسخ داده نشد. باید منتظر موند تا گذشت زمان پاسخ این ابهامات رو مشخص کنه. حتما نظرتون رو در خصوص این ابهامات برای ما بنویسید و بگید که به نظر شما
شما علت اصلی وقوع این جنایت چی بوده؟